کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که چون دیگه زحمت نکنند. شریعت به نام پروردگار به یا تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچتو در کار، کچتو در کار نیست. بله، ما در کچتو در کار، ما در مسلمانی که همه گفتی همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافة، با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید، هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران، ایرا مثنوی حکایه میکنن. میگه وقتی که رفت، میگه گوشتینگیر بوده است، پیش یک نکال کزن رفته، سوزنزن گفته است که انا میخوام که در همین پشت من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی همه حیبت داره که خب همه حیبت دمه پیدا شد. خیلی سوزنزن اکی پول میگیره برای فرقش چی ہوتی. بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن، گرفت سوزن او، بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. گفت که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم، ای کله شیر. گفت که ترکش که گفت شیر بی کله میشه، دیگه جاش بگیری. هایی که با سوزن با زد دیگه از کجاش سر کردی؟ گفت ای دنبش، ای گفت شیر بی دنبا میشه، ای دیگه جا بگی. همه هر گولی میزنه، ای پشتش شیر بی پشت میشه، ای شکم شیر بی شکم میشه. بعد میگه سوزنزن دید که نه مقصدی دمه. بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا، گفت در عالم کسی را این فتاد، شیر بیگوش و سر و اشکم کی دید، این چونین شیر خدا کی آفرید. خب این مقصد ای یکمشی خیلی شیرها نیست. بعد گفت چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شیری جیان پس دم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری ای شیر گب نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مسلمی مقصد شمی ای این تری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی است که تمام فرموده خدا را تابع می شود. برای او برادری عزیز حرام ها حرام است، حلال ها حلال است. نداری طاقت همین را در کار نیست، برای زنا میکنی، برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. آخه جهنم خدا کلان، اگر همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم برای این بدبختی هامان. ببین چهار میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نکرد. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا، خدا میپرسد چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر، از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکون انکدوت نیست. فیما افنا، عمر در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را کود در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینا را پیش خدا میگوی. و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگارا خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی، تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین همش میتونستی که دادم شرایط، عقل بود، همه بود، چرا نکردی؟
بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟ غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادری از اندیشه کنیم، بر خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتون. خدا میگه برادرش شرمنده بشود، شرابنو شرمنده نیست. خودتان بگویید، خودتان این تجربه ها و این نگاه ها بارهایی به تکرار دیده اید. یک شرابنوش اگر شراب می نوشد حیوان می شود، به خدا قسم اولئک کالانعام بل هم اضل، انسانهایی که حرام استفاده می کنند اونها حیوان هستند، به خدا از حیوان ذلیل و خاطرند. درخش از اون دور می شود. ترقیت من و شما از حیوان همین است جان من. از حیوان فقط به همین خاطر فرق میکنه که تو عقل داره و عقل ندارد، اما دوم هم دارد، پای هم دارد، چشم هم دارد، گوش و زبان هم دارد، اما یک چیز به اون نمیرسد، این عقل است. عربا خمار میگویند، خمار اون رومالی که سرشان میپوشانند اون میشود از در زبان عرب خمار. رومال شخصی که شراب می نوشد عقلش تاریک می شود، عقلش پوشیده می شود، عقلش زایر می شود، دیگر هیچ چیز برای فرق ندارد. انسان وقتی شراب را می نوشد چند صفت حیوانی را به خود می گیرد. اول وقتی می نوشد که عقلش دور می رود مانند روان می شود، مکار می شود. شراب نوش اگر یک قدح نوشید باز برای کافتن دوم قدح، سوم قدح دنباله می گرد. بعد از اون که او را نوشید شیر می شود. شیر دیگر برای او همه چی یک است. اگر بگو که از سر اون جرد پر می رود می پرد. ثانیاً صفت گرگ، هر چی را که پیشش آمد می دارد. خواهرش که آمد با او زنا می کند، برادرش را می کشد. سرچشمه از شراب. ثانیاً می شود بعدا سرش کلاوه، عقلش که به کل دور رفت مانند چی می شود؟ مانند خرس تر زده لندان می شود، در اون جویبار می افتد، در اون اخلاجا می افتد، سر راه می افتد، شرمنده می کند خودش را. بعد از شرمنده شدن سرش به جاش آمد که عقلش روشن‌تر شد. ثانی بعد صفت موش می گرد. موش را نگاه کنید، سوراخی می کند، خودش را پنهان کند، اما اون شرمنده می خواهد خود را از نظر مردم دور کند، اما شرمنده شد. در نگاه مردم هم شرمنده شد، در نگاه خدا و فرشتگان خدا هم شرمنده شد. شخصی که شراب می نوشد و خدا قسم در حال شراب نوشی اگر بمیرد او بی ایمان مرده است، او از ایمان جدا مرده است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتاً این را میگوید که من شرب الخمر او زنا، هر شخصی که شراب می نوشد یا زنا می کند خرج ایمانه من جسد، ایمانش از بدنش بیرون می شود. فکان فوق رأسه کظله، در بالای سرش مانند چتر می ایستد. ایمان انسان از بدن می برد. وقتا که برآمد بالای سرش می ایستد، اگر هوشیار شد و توبه نصوح کرد واپس می دراد، اما توبه نکرد ادامه داد، مدمن خمر شد، ایمان فاصله می رود، از او دور شدن می گرد. مدمن الخمر که عابد الوثن. پیامبر گفتند که کسی که بردوام شراب می نوشد روز قیامت در قطار مجوسه ها، آتش پرستان، بت پرستان حشر می شوند. مدمن خمر اشد من الزنا، شخصی که شراب می نوشد
گناهش بدتر از زناکار. در شخص شراب نوش وقتا که شراب را میخورد و مینوشد استفاده میکند خدا را نمیشناسد، اما زناکار در حال زناش خدا را میشناسد. بنابر برادران عزیز، جوانان خوب، اون کسانی که تا به این حال استفاده این مواد میکردن، چی نوش نباشد، چی وی تریاک است، چی وی مواد مخدر است، چی گرایی و کوکائین است، چی پیوه و چی ویناس، هر نوعش که باشد کمش هم حرام. ای بابا گامروزی اچردک بود کشال میمری سب سوی بیدنمی راست زبره خبر شون بگی ای پدر مدرنیا گلو را ما پدر میدن یعنی فهمی بخیر من چی میدونم توی بخیر آقا استانو کسی نمو باید آقا بگوی چنور دای مایی آقا تاری نکمده ایجا جوی موی چی شدیم گازده بابو گازده بخیرم ما قطعه کم گازده بخیرم نمیره کن شد جون مخلص شود اچوفم سلام کرد چند دایی رفتن مده پخت نیستن ما ترا میگم که مونده شده برا با پیش اولو دوستن همین خاکاو دوداری دوری میان میبرن دیا بر سه بر بردن گرشتی اومدی هم خلاف ده باید تنگی تکنی دیگر را پول در کجا صرف کردی، چه خیل کردی، همه اینها رو پیش خدا میگوی و بعد همین عیب نیست، خجالت نیست که بگوی پروردگارا خیلی مقصد من همین خیل زنا کردم، من عرق نوشیدم، من فلان کردم. این بسیار برای تو دیگر اونجا هیچ دستگیری برای تو دیگر نیست برادر عزیز. میگه حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی، این گناه کردی و آن کردی، تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف آن کردی، نفع خود را چرا زیان کردی، حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی. بین همش هم میتونستی که دادم شرایط عقل بود همه بود، چرا نکردی؟ بعد حضرت مولوی آخر چی میگه؟ غیر شرمندگی چیروی جواب، وای آندم بجان قطره آب. وقتی خدا که این خیل راستت کرد و این خیل پرسید و این خیل خطابت کرد، مولوی میگه وای به حالت که چی میشه به سری تو. برای این برادره از اندیشه کنیم، بر خدا قسم این دنیا بی صاحب نیست. محترم خداوند گاوی بی شاخبر نآفریده. الله میگه و من خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آفریدمت برای عبادتم، آفریدمت برای بندگیم، آفریدمت برای اطاعت کردنم، نه برای مثال هر چیزی که بخوای کردم بگیری. این خیلی ما برای تو رخصت نمیتون خدا میگه. برادرش شرمنده بشود، شرابنو شرمنده نیست. خودتان بگویید، خودتان این تجربه ها و این نگاه ها بارهایی به تکرار دیده اید. یک شراب نوش اگر شراب می نوشد زنم باز زده دیگه از کجا سر کردی گو ای دم باش ای گو شیر به دم با میشه ای دیگه جا بگی همین هر گل میزنه ای پشتش شیر به پشت میشه ای شکم شیر به شکم میشه. بعد میگه سوزن زن دید که نه مقصد دمه، بعد میگه بر زمین زد سوزن آندم اوستا،
گفت در عالم کسی را این فتاد، شعر بیگوش و سر و اشکم کی دید؟ این چونین شعر خدا کی آفرید؟ خب این مقصد ای یکمشی خیلی شعرها نیست، بلکه چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چونین شعری جیان پستم مزن. وقتی طاقتی سوزن نداری از شعر گپ نزد، یعنی طاقت دین نداری، طاقت اسلام نداری. مثلا مقصد شمی ای ایتری نزن مثال جرجی که من مسلمانم. مسلمان کسی که تمام فرموده خدا را تابع می شود. برای او برادری عزیز حرام ها حرام ای، حلال ها حلال ای. نداری طاقت همین را در کار نیست، برای زینا میکنی، برای مقصد چی بدبختی که میکنی کردن بگیر. جهنم خدا کلان. اگر همه ما و شما پیش خدا میریم، پیش الله مهربان در راست میشیم برای این بدبختی هامان. ببین 4 میگه انسان روز قیامت قدمش از قبرش میگه یک قدم زدن نمیتوند تا 4 سوال جواب نگه. یکی از امونو چیه؟ یک من عمری فیما افنا، خدا میپرسش چند سال حیات دادم؟ 60 سال یا 70 سال یا 50 سال. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ این سوال ای برادر. از این قسم به بزرگی خدا این منظره میشود، این فرموده ای، این یکان انکدوت نیست. فیما افنا، عمرت در چی صرف کردی؟ خب این را که میگوی که باید بگوی همه را. کسایی که به همین زینا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت ندن. شریعت به نام پروردگار به یاد تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچتوا در کاره، کچتوا در کار نیست. بله ما در کچتوا در کاره، ما در مسلمانی که همه گفتی همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافتا، با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است. یک مسخره در دین می شود. از همین خاطر بسیار با یک پهلوان ما در جمعهمون حکایه میکردیم از قزوین ایران. این را مثنوی حکایه میکنن. میگه وقتی که رفت میگه گوشتینگیر بوده است، پیش یک نکال کزن رفته سوزنزن گفت است که انا میخوام که در همین پشتی من صورت یک شیر بزنی تا که مقصد همه آدمی که با من گوشتین میگیره حریفم. هیچ خیلی وقتی میبینن دستا پولی صورت پشتا صورت اکی همه حیبت داره که خب اما حیبت دما پیدا شد. هی سوزنزن اکو پول میگیره برای فرقش چی ہوتی؟ بعد میگه گفت مقصد با شکم بزن. گرفت سوزن او بعد زد که دوای این مرده که گوشتینگیر برآمد. گفت که از کجاش سر کردی؟ گفت از سرش سر کردم ای کله شیر. گفت که ترکش که گفت شیر به کله میشه دیگه جاش بگیری. هی که با سوزن شرمنده میکند خودش را. بعد از شرمنده شدن سرش به جاش آمد که عقلش روشن‌تر شد. ثانیت صفت موش میگرد. موش را نگاه کنید سوراخی میکند خودش را پنهان کند، اما اون شرمنده میخواد خود از نظر مردم دور کند، اما شرمنده شد. در نگاه مردم هم شرمنده شد، در نگاه خدا و فرشتگان خدا هم شرمنده شد. شخصی که شراب می‌نوشد و خدا قسم در حال شراب نوشی اگر بمیرد او بی ایمان مرده است، او از ایمان جدا مرده است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم صراحتاً این را میگوید که من شرب الخمر او زنا، هر شخصی که شراب می‌نوشد یا زنا میکند خرج ایمانه من جسد، ایمانش از بدنش بیرون میشود. فکان فوق رأسه کظله، در بالای سرش مانند چتر می‌ایستد. ایمان انسان از بدن میبرد. وقتا که برآمد بالای سرش می‌ایستد، اگر
هوشیار شد و توبه نصوح کرد واپس می‌دارد، اما توبه نکرد ادامه داد، مدمن خمر شد، ایمان فاصله می‌رود، از او دور شدن می‌گیرد. مدمن الخمر که عابد الوثن. پیامبر گفتند که کسی که بردوام شراب می نوشد روز قیامت در قطار مجوسه ها، آتش پرستان، بت پرستان حشر می شوند. مدمن خمر اشد من الزنا. شخصی که شراب می نوشد گناهش بدتر از زناکار. شخص شراب نوش وقتی که شراب را می خورد و می نوشد استفاده می کند خدا حیوان می شود. به خدا قسم اولئک کالانعام بل هم اضل. انسان‌هایی که حرام استفاده می‌کنند اونها حیوان هستند و خدا از حیوان ذلیل و خاطرند. درخش از اون دور میشود. ترقیت من و شما از حیوان همین است جان من. از حیوان فقط به همین خاطر فرق میکنه که تو عقل داره و عقل ندارد، اما دوم همو دارد، پای هم دارد، چشم هم دارد، گوش و زبان هم دارد، اما یک چیز به اون نمیرسد، این عقل است. عربا خمار میگویند. خمار اون رومالی که سرشان میپوشانند اون میشود از در زبان عرب خمار. رومال شخصی که شراب می‌نوشد عقلش تاریک می‌شود، عقلش پوشیده می‌شود، عقلش زایر می‌شود، دیگر هیچ چیز برای فرق ندارد. انسان وقتی شراب را می‌نوشد چند صفت حیوانی را به خود می‌گیرد. اول وقتی می‌نوشد یعنی عقلش دور می‌رود، مانند روباه می شود، مکار می شود. شراب نوش اگر یک قدح نوشید باز برای کافتن دوم قدح، سوم قدح دنباله می گرد. بعد از اون که او را نوشید شیر می شود. شیر دیگر برای او همه چی یک است. اگر بگو که از سری اون جرد پر می رود می پرد. ثانیاً صفت گرگ، هر کی را که پیشش آمد می دارد. خواهرش که آمد با او زنا می کند، برادرش را می کشد. سرچشمه از شراب. ثانیاً می شود بعدا سرش کلابه، عقلش که به کل دور رفت مانند چی می شود؟ مانند خرس تر زدن، لندان می شود، در اون جویبار می افتد، در اون اخلاقیا می افتد، در راه